سلام، اوقات بکام. یه موردی رو اینجا من توضیحی بدم. من حالا گاهن توی سایت های مختلف و توی پیج های مختلف ببینم که معمارها توضیحات خاصی رو راجع به سلایق میدن که اینجا شلوغ شده، اینجا فلان شده، اینجا رنگش فلان شده، بهمان شده و فلان. توضیحاتی بدم. اولا که هیچ بیسی مطلقاً بیس صحیح و درستی نیست. این که من به شما بگم خب این خونه باید زرد باشه، این اساس رنگ هاست. این خونه باید سبز باشه، این اساس رنگ هاست. به نظرم مورد صحیحی نیست. شما باید به سلیقه خودتون رجوع کنید و ببینید سلیقه خودتون در چه سطحی هست. خودتون چی میخواید برای رنگ ها. اصل سلیقه شماست و اصل اینه که از اون سلیقه لذت ببرید. حالا در بعضی مواقع ما ورود میکنیم و راجع به یه سری اشتباهاتی که در چینش ها انجام میشه یه سری نظرات رو میدیم، اما در نهایت اون چیزی که باید اجرا بشه نظر مشتری است و اگر هم مشتری خب راجع به این کار نظر داره که خودمون اجرا کننده ایم.